بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به حلقه چهارمین به کتاب شرح مختصری اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، کتاب امام اللالکائی، که حدیثی آوردن که در مسلم است از جابر بن عبدالله. خیلی که در این باب گذاشتیم که ما باید پایبند به قرآن سنت باشیم، با فهمی سلف صالح، صحابه ها، تابعین ها و علماهای ربانی. قرآن سنت را با فهمی صحابگان فهمیدن، این از جانبی پیامبر صلی الله علیه و سلم امر شده است. جابر بن عبدالله میگویند که انا رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند: اما بعد فاحسن الحديث كتاب الله و خیر الهدی هدی محمد و شر الامور محدثاتها و کل بدعة ضلاله. پیامبر میگویند که بهترین سخن این کتاب الله می باشد و بهترین راهنمایی ها این راهنمایی محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی پیامبر ما می باشد. یعنی من میگویم بدترین امرها این همان امرهایی که خرافات و بدعت پیدا می شود که دین را رخنه می کند. این بدترین نوع آوری ها در عبادت و در دین است و هر یک این نوع آوری ها و خرافات ها انسان را به کجا می کشاند؟ برای به گناه و گمراهی می کشاند. بنابر همین ما در کدام وقت نجات می یابیم؟ در همان وقت نجات می یابیم که از علماهای ربانی هر چیزی که می پرسیم دلیلش رو بپرسیم. می گوییم که این عمل با کدام دلیل ثابت است؟ آیا این عملی که من اجرا می کنم، این عبادتی که می کنم، آیا اساس دارد در شریعت؟ امروز فلان عالم، فلان طالب علم چنین گفت، فلان این را گفت، فلان چی نمیداند چی. ما از این خیل کارها دست کشیم که ابتدای خطای ما در همین می باشد. بنابر همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث یک مثال حسی زدن که پیامبر گفتند که این حدیث در مسلم است از ابو موسی اشعری که صحابی پیامبر از یمن هستند. میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: این مثلی و مثل ما بعثنی الله به كمثل رجل اتى قومه فقال یا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني نذير العريان فالنجاة فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا على مكانتهم فسبحهم الجيش فأهلكهم واستباحهم فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مثال حسی زدن. مثال حسی که یک چیزی که ما میبینیم یا که حس میکنیم اول خودشون رو به او مانند کردن. گفتن مثال من الله فرستاده است به مثال یک شخصی که یک پیگیری که در یک وطن، مملکت و دیار پیگیر می باشد که از دشمن با خبر می کند. مثلا در اطراف حدودی هر یک دیار یک پیگیرهای است که هنگامی که دشمن هجوم می کند همان زمان به دیارش می آید و خبر می دهد. در زمان قدیم وقتی که یک پیگیر می دید که دشمن را هجوم دارد، نزد قومش می آمد و می گفت که دشمن هجوم دارد، شما آماده شوید که ما قوه
مقابلیت نداریم دیار رو ترک بکنیم. و این پیگیر رو بعضی از قوم باور نمی کنند، میگن که دروغ میگویی، دشمن وجود ندارد، باور نمی کنند. بعضی از قوم این پیگیر رو، رسول رو باور میکنند و هنگامی که صبح ندمیده دیار رو ترک میکنند و آنها نجات مییابند. و باقی مانده شخص ها دروغ میشمارند، میگویند که دروغ میگوید، سپس دشمن میآید و آنها رو تار و مار میگرداند و نابود میسازد و مال و اموالشان رو میگیرد، زنها رو به اسیر میگیرد. سپس پیامبر گفتند مثال من به مثال این مردی پیگیر است. هر کسی که مرا باور کرد از آتش جهنم نجات یافت. هر کسی که دروغ شمارید او مثل این که دشمن می آید و اون رو نابود می سازد و در آخرت به خسران و نابودی هلاکت کشیده می شود. بنابراین پیامبر نظیر العریان، این پیگیر وقتی که دشمن رو می بیند به دیارش می آید، می گوید که من دشمن رو دیدم. مردم وقتی که باور نمی کند از دلسوزی مهربانش لباسش رو می کشد، می دراند، می گوید که من دیدم دشمن رو. پیامبر ما همچنان آگاه کننده که وقتی آگاه می کنند دلسوز به کوه ها بر آمدند، نزد مرصد راهی مردم گرفتند که من پیامبر خدا هستم و مرا اطاعت بکنید. مردم اطاعت نکرد و حتی از دیارشون بدرقه کرد. وای بر حالی که پیامبر رو انکار کرده است و سخنهای پیامبر بی اهمیتی کرده است. این بود حلقه 4 شرح اصول اعتقاد اهل السنه و الجماعه که بهترین کلامی الله و رسول می باشد. بدترین سخن و عمل این همان خرافت های بدعت هایی که نوآوری که بدین نسبت داده شده مردم رو گمراه می کنند.